درود. آمدیم که طریق برنامه فضای خانه شما را دیگرگون کنیم. امروز در مهمانی برنامه ما هنرمندان انسمبل خلقی نوروز تشریف آوردند و همچنین یک نفر شاعری جوان کارمند دانشگاه ملی تاجیکستان بختیار رحمانیان نیز حضور دارند که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در نوینت ایجاد نظم و نثر جای اول را به دست آوردند از بخش نظم و ما بختیار را سراول مبارک میگوییم. واقعا بعد از تلاش‌های زیاد توانستند که غالبیت به دست آورند. درباره بختیار رحمانیان استاد کمال نصرالله یک مقاله زیبا هم در هفته‌نامه ادبیات و سند به نشر رساندن، خاصه درباره ایجادیاتش و اونجا گفتند که بختیار چند سال است که در آزمون شرکت می‌ورزد و محض با راهنمایی و درست به کار گرفتن یعنی نظامنامه آزمون توانست که در سال سیوم اشتراکش در این آزمون جای اول را به دست بیارد. مبارک شود بختیار. تشکر زیاد بود. چون من بیشتر آشنا هستم با ایجادیات شما و خب میدونم که شما یک نفر شاعری نوپرداز هستید و بیشتر شعرهای اجتماعی نیز دارید. بله، واقعا سلام گرم و صمیمی من نثار دوستداران برنامه‌های سفینه و مخصوصا فضا یکی از برنامه‌های دوست داشتنی و سپس برای یک معرفی خوب سپاس به شما و واقعا هم دوام 3 سال اشتراک در این آزمون با نفوذ من گویا در یک مکتب تحصیل کردم، در مکتب شعر تحصیل کردم و واقعا هم این آزمون با نفوذ یک منبری خاصه برای آنهایی است که به ایجاد مشغول هستند و از این رو به رهبر مملکت و پیشوای معظم ملت سپاس میگویم که برای ما آنهایی که به ایجاد مشغول هستیم فراهم آوردن یک منبر مخصوص را. در دوام 5 سال برگزاری این آزمون با نفوذ تا آزمون با نفوذ ایجادکاران یک منبر خاصی نداشتند. آنهایی که نسل نو هستند منبر خاصی نداشتند و با نظرداشت همین شیوه رهبر مملکت فکر کردند که باید پیشنهاد شود یک منبر برای ایجادکاران. واقعا هم در دوام 3 سال اشتراک چون اشتراک میکردیم از کمبودی ها و از نقصان های ما میگفتند نیرومندتر میشدیم، واقعا نیرو میگرفتیم، بیشتر میآموختیم و دریافتم که شعر تنها به نظم آوردن واژه ها نیست. شعر دانش است، معرفت است. یعنی که باید شاعر در برابر دانستن علم شعر، عنصرهای شعر باید برخوردار از دانش و معرفت مخصوص باشد. اجتماع را ببیند، وضع را احساس بکند. چون میگن هر دردی که میآید اول به سینه شاعر میزند. و همین خاطر من هم کوشش کردم که بهتر باشم، سزاوار باشم به اینجا و همانهایی که با ما رقابت سالم میکردند همه آنها شخصانی بودند که سابقهشان در مسئله اشتراک در این آزمون خیلی زیاد بود، سالها اشتراک میکردند و خوشبختانه نسل نوی شاعران ما واقعا هم تکمیل یافتند در دوام این 5 سال و این را من از چیزی که من برداشتم میگویم چون من کوشش کردم که بیشتر آموزم، بپردازم با یک حرفایی که نو باشند. نوگویی خیلی مهم است در شعر و اینکه شاعران بزرگواری کردند و سزاوار دانستند. این جایی البته غره گشتن نیست، این جایی به خود گشتن نیست، غره شهرت و غره مقام گشتن نیست. این مسئولیتی مرا زیاد کرد، مسئولیتی مرا به عنوان یک ایجادکار زیاد کرد که آموختن در کار، حالا هم آموختن در کار. ببینید شما 3 سال پای هم در این آزمون شرکت ورزید و دل شکسته نشدید، ولی ببینید که این آزمون چگونه انسان رو صیقل میدهد، خاصه وقتی که بدونی که در این آزمون اشتراک میکنی و اونجا مخاطبان خیلی زیاد داره، همچنین بسیاری ها گوش و هوش هستند
و عموما خیلی طلبات‌های سخت و سنگین دارد. از معیار مقرره بیشتر تلاش میکنیم، بیشتر مطالعه میکنیم، اینکه باید داستان نویسی، اینکه باید غزل نویسی. مثلا در ادبیات ما شاعرانی هستند که تنها با غزل مشهورند. مثلا حافظ یا چهار پاره ها را خیام، چهار پاره های بسیار زیبا را. ولی اینکه خودت را در دیگر ژانر سنجی، این یک مکتب است واقعا. مثلا من که غزل میگفتم، در سالهای اول گفتن داستان برام یک کمی سخت‌تر بود، ولی من فکر میکنم که ایجادکار باید خودش رو در تمام انواع شعری سنجد. من هم خود رو سنجیدم. این حالا برای من در تمام ژانرها به نظم آوردن واژه‌ها کاری سهل است، ولی گپی نو گفتن یک کاری مشکل است که باید سر آن زیاد فکر کرد. بله، تشکر زیاد. خب اول یک موسیقی میشنویم، بعد شعرهای بختیار رو. چه آوردید حسین؟ موسیقی که امروز ما اجرا میکنیم از استاد مبارکشاد جمعیف میباشد، گلریز نام دارد. خب مرحبا، پیشنهاد میکنیم. بفرمایید. دانشگاه ملی تاجیکستان در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است. یکی از مؤسسه‌های پیشگام بود. خاصه در سال گذشته از میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور
جای اول رو گرفت نه؟ البته با 13 با 13 جا و همچنین شاه جایزه هم صاحب بله. داشتم. بله. خب میخواستم راجع به این بگویید که مثلا از کدام بخش اشتراک کردن و من چگونه بود؟ خوب. تیاری های شما چگونه صورت میگیره؟ این آزمون واقعا آزمون با نفوذ است و در دانشگاه با همین نام محفل راه اندازی گشته است. در تشکیل این محفل سمت علم صاحب سهم بزرگ هستند. یعنی که دسته به قول یکچین از دانشگاه ملی هر سال نو بس از اونی که در دوره آزمون هستیم یا در دوره آزمون نیستیم، یعنی که اونها کار میکنن از روی نظامنامه آزمون با هم می نشینن. یک تیمی بزرگ کاری است در اینجا و از جانب رهبریت دانشگاه البته که استادان مخصوص وابسته به هر نامیناسیا ها وظیفه‌دار گشتند که مثلا یک دانشجو اشتراک میکند و حتما باید صاحب مقام گردد. از این رو راهبرانشون استادان بزرگ، چون خود دانشگاه یک بارگاهی مخصوص است که در سمت ادبیات فاکولته سخنوری هم اونجا موجود است، برای آماده کردن دانشجو یا استاد با دلخواه آزمون امروز در سراسر مملکت آزمون‌های گوناگون است. برای آماده کردن دانشجویان و استادان به این آزمون کاری سختی نیست. مثلا اگر در یک مؤسسه‌ای باشد که آنجا خصوصیت درسی نیست، در آنجا شاید برای اونها سخت‌تر باشد که باید روند نزد یک استاد کار بکنند، ولی در دانشگاه در دل خود نامیناسیا ادبیات جهان، کلاسیک، ادبیات معاصر، از آزمون‌های دیگر علم‌های دقیق مثلا علم فروغ معرفت از هم آزمون‌ها مخصوصا از آزمون موسیقی، از آزمونی که در سایه موسیقی است، انسامبل خلقی نوروز. بله، انسامبل خلقی نوروز وظیفه‌دار گشته است که دانشجویان رو برای اشتراک در این آزمون همزمان استادان رو، کارمندان انسامبل رو سفربر بکنند و در همه نامیناسیاها کار میکنیم. آنهایی که به ایجاد نظم و نثر مشغول هستند در علاهیدگی باز میروند سمت شاعران برجسته، با اونها کار میکنند. خب همچنین اونجا فاکولته فیلولوژی تاجیک است که بسیار منعقدان برجسته در اونجا است. از لحاظ علمی عروض بالای اشعار ایشان کار میکنند. اینکه کار نه فقط مصلحت ها و توصیه ها میدهند که باید چگونه ایجاد کرد. شخصا خود هم در دوام اشتراک در آزمون یا قبل از آزمون درسی تمام استادان ساحه شعر رو گرفتم. اشتراک در محفل های شعری شاعران، اشتراک در آزمون ها، نخست نشر گشتن اشعارم در نشریه که در دانشگاه هست. همین گونه آغاز شد، یعنی زینه به زینه قدم به قدم کوشش کردیم که رشد کنم. یک شعر دارد، شعری میهن برای حفظ تو مردن نمردن است. این شعری بود که من در روز تقدیم جایزه ها در صحنه نخوندم و البته این نمیگویم نو پردازی ها زیاد است، شاید در سبک پیشنهاد این شعر یکان نوگانی بود که در ضمن اشتراک در آزمون هم از هواداری زیاد برخوردار شد، چون در صحنه هم خوندم از هواداری زیاد. امروز در سامانه های اجتماعی هم است که اکثریت می نویسند، می گویند که بسیار شعری هست که وجود را برای دوست داشتن وطن گرمتر می کند. بخوانید. خوب. میهن بر راه حفظ تو مردن نمردن است، جان عزیز خویش سپردن نمردن است. اندر جهان حادثه خیز ز فتنه پور، مکر و فریب غیر نخوردن
نمردن است. از جهل و چنگ نحس تعصب رهیده پس، دستی فراز فضل فشردن نمردن است. آسوده حال کشوری غربت شدی اگر، میهن ز لوح یاد نبردن نمردن است. هر لحظه در جهان که پر از حرف نیستی است، خود را ستاد دهر شمردن نمردن است. میهن بر راه حفظ تو مردن نمردن است. باز چیز دیگر بخونید از غزل های لیریکی خود. خوب یک غزل میخوام این لحظه بخونم. این غزل هم از جانب اعضای حکمان در آزمون استقبال گرم شد. فکر میکنم که با آنهایی که ما رو این لحظه میبینن خوش میاد. بیا یک بار کار کرده باران را بخندانیم. بیا یک بار کار کرده باران را بخندانیم. بدین شایسته سبکی تازه امکان را بخندانیم. با بالین دو چشم خیش خواب خود بخوابانیم. با بیداری قلب پاک وجدان را بخندانیم. بیا تا خود رسیم و وحدت آباد بنا سازیم. با عزم استوار خیش ایمان را بخندانیم. اگر این لحظه ما را یک نه بلکه پاره نان است، بر روی خوان خود این پاره نان را بخندانیم. نه تنها وصف سبک پهلوان عین ظفر سازیم. نه تنها وصف سبک پهلوان عین ظفر سازیم. به حرف بایدم مغلوب میدان را بخندانیم. با هم آورده عالم را و شیطان را بگریانیم. به تخت عقل بنشینیم و یزدان را بخندانیم. تشکر زیاد. خب از آن که برنامه ما برنامه ادبی و موسیقی است، بازم از مطربان خواهش میکنیم که برای ما یک نوای دیگر پیشنهاد کنند.
بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان. برنامه فضا است و در برنامه امروزه هنرمندان انسمبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین غالب آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است بختیار رحمانیان حضور دارند. چون برنامه ما برنامه موسیقی و ادبی است، همیشه با موسیقی ایجاد می شود. شعری که در ترکیبش مثلا موسیقی نداشته باشد نمیشه اون رو شعر گفت. یعنی همیشه شعر باید با موسیقی همخون باشد. بله. و هم تبار هستند. بله. می شود که شما شعرهایتان را با موسیقی می نویسید. همین گناه است؟ من واقعا واقف نیستم که کی با شعر و موسیقی آشنا گشتم، ولی احساس میکنم که نبودن شعر و موسیقی در زندگی من باعث مرگ میشد اگر نمی بود شعر و موسیقی. و نخستین نظم هایی که حالا شعر نه، نخستین نظم هایی که از ابتدا انشا گشتن در هوای موسیقی بود. و این گونه هم گاه می شود که آوازخوان ها پیشنهاد میکنن. با پیشنهاد آوازخوان ها کوشش میکنیم که در هوای موسیقی شعر پیشنهاد بکنیم، زیرا موسیقی نفس زندگی ما است. مثلا شاعران مشهور با وسیله سراییدن شعرهایشان از جانب آوازخوان ها مشهورتر گشتند. یعنی همیشه مشخص است که توأم هستند موسیقی و شعر. یعنی که شاعری که از ریتم از موسیقی آگاه نیست برای او خیلی سخت است شعر گفتن، یا آوازخوانی که مطربی که از شعر آگاه نیست برای او هم البته آفریدن موسیقی های جالب، سراییدن ترانه های پرمضمون خیلی سخت است. به همین خاطر همیشه جهد کردم از اول که زندگی بکنم با موسیقی، در هوای موسیقی انشا بکنم شعر. گفتید که در سبک‌های مختلف شعر نوشتن، در ژانرهای مختلف شعری ایجاد کردن. در همین آزمون داستان درباره چی نوشتن؟ یک داستان بود با نام فرشته و شیطان. نام داستان بود. یک داستانی یک کمی فلسفی است. این داستان من 3 سال قبل، سال اول اشتراک در آزمون انشا کردم، ولی در دوام این 3 سال اشتراک تکمیل دادم. و هر سالی که اشتراک میکردم در مصرع را حفظ میکردید و مصرع بله. دیگر ایجاد میکردید. بله. میشود که اون پارچه اش را بخونید در قالب نظم. فرشته و شیطان. پادشاه کشوری در یک زمان آرزوی داشت اندر دل نهان. آرزویش با هنر پیوند بود، چون به نقاشی بسا دلبند بود. بهر ایجاد 2 تصویر نکو، بهترین رسام کرد آن جستجو. همچنین نقاش چون پیدا بشد، شاه خواندش زود روز پیش خود. گفت رساما بکن جهد و جدل، بهر ایجاد 2 تصویر عمل. در یکی باشد فرشته جلوگر، دیگری شیطان بیارد در نظر. در جهان آمدن بود است و رفت، از مقام پاک انسانی نهفت. نه فرشته نه چونین شیطان شوی، جهد بین ما تا که یک انسان شوی. تشکر زیاد، خسته نباشید. خیلی جالب بود صحبت با شما، خاصه همچنین شنیدن آهنگ‌های جذاب انسمبل خلقی نوروز. اگر چیزی دیگری میخواهید بخونید؟ خب چون از عاشقانه ها نخوندیم، نمی شود که شاعر از عاشقانه نخواند و آرامش در قلبش باشد. بفرمایید. به همین خاطر یک غزل عاشقانه میخواهم این لحظه پیشنهاد بکنم و از مطرب عزیز از ابراهیم جان خواهش میکنم ما را همراهی نماید. ای جان، ای جان کی که هر عملت شعر می شود؟
گفتاری نرم و هم دغلت شعر می شود. آغوش تو یگانه پناه به شعر من، هر حرفی ساده در بغلت شعر می شود. شمشیر ناز و خنجر مژگان و دار زلف، تیغی نگاهی پر اجلت شعر می شود. گفتار جمله پیش تو حرفی است بی محل، گفتار جمله پیش تو حرفی است بی محل، حتی سکوت بی محلت شعر می شود. با یک نگاه گرم تو من سیرکی شوم، آرون نگاهی پر عسلت شعر می شود. شیرین غزل به وصف تو بخشید بختیار، گفتی که کی همین غزلت شعر می شود. خسته نباشید. سپاس که به برنامه تشریف آوردید و واقعا شعرهای زیبا روز برای ما خواندید و آهنگ‌های جذاب انسامبل خلقی نوروز پیشنهادی بیننده تلویزیونی سفینه کرد. من بار دیگر شما را خیر مقدم میگویم به استودیوی برنامه فضا. همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. دوستان عزیز، یادآور میشویم که هنرمندان انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین غالب آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است بختیار رحمانیان در برنامه ما حضور داشتند و همینجا با یک نوای دیگر برنامه ما به اتمام میرسد.